ببینید چه منظره زیبایی. اومدیم توی باغ کشاورزی، همش نخل و از این لیموهای درختای لیمو، درخت لیمو و نخلن. این هم قسمتیه که آب از تو چاه میاد اینجا میرزه تو این، بهش میگن حوضچه، حوضچه های کشاورزی. ببینید چه حوضچه بزرگه، حوضچه بزرگه. آب اینجا جمع میشه میره برای درخت ها. از اینجا این قسمت هم از تو چاه داره آب میاد اینجا تو حوضچه تخلیه میشه، از اینجا برای درخت ها آب پمپاژ میشه. ببینید چه باغ قشنگه. اینجا 50 کیلومتری شهر بندرعباس، روستای ایسین.